سوال مهم بود که ما خودمون در طرف مثلا مهاجرت هستیم لیکن میخواهیم قربانی را در تاجیکستان در وطن کنیم. همین جایز است یعنی؟ بله جایز است. اگر مثلا پدر و مادر و فرزندای و اهل و عائلتون در تاجیکستان باشد خود در تاجیکستان کنید. اگر اینجا باشن اینجا کنید. نه همه در تاجیکستان هستند. همه در مثلا تاجیکستان باشد خیر اونجا کنید. آنها با وقت تاجیکستان پیشتر می شود، مثل این پیشتر می شود از ما پسان می شود. مثلا ما موی سر و ناخن گرفتن در وقتی مثلا برای قربانی ها پیش از اینجا مثلا نموز سر شدن گیره می شود یا نه؟ اگر گوسفندتون در اونجا قربانی کرده شود ها، اونا اگر ایدی تاجیکستان از ایدی شهر شما بر وقت باشد، اونا ایده خواندن قربانی کردن گوسفند شما را، شما میتونید در اینجا یعنی حلال شوید. عبرت به مکان ذبح است، خیلی که محمد ابن حسن رحمت الله علیه گفتند. نه عبرت به مکان صاحب ذبح. عبرت به مکان ذبح. گوسفند در کجا باشد همون گوسفند باید بعد ایدی همون کشور کشته شود. فهمو؟ فهمو.